با نام خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوارم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. اخیراً سردکس علمی انسیکلوپدیای ملی تاجیک یک کتاب درباره احمدشاه مسعود تحت عنوان شهروند، سیاستمدار، سرباز نشر کرد، انتشار کرد و این کتاب از زبان روسی و زبان تاجیکی ترجمه شده است و ترجمان آن امیرجان نورزاده می باشد و این کتاب از جانب افسران روس نوشته شده است. یعنی این کتاب نه از طرف همصفان و هماندیشان و یا خویش و تبار احمدشاه مسعود یا نفران نزدیک به احمدشاه مسعود یا آنهایی که همدین و همتبار و همکش ایشان باشند. یعنی این کتاب از طرف نفران نوشته شده است که سالهای طولانی با احمدشاه مسعود جنگیدند، با احمدشاه مسعود در نبرد بودند، با احمدشاه مسعود در جنگ بودند. بسیاری از سیاستمدارانی هستند، راهبرانی هستند، شخصیت‌ها هستند که برای آنها کتاب می‌نویسند یا خودشان ترجمه حال خودشان را می‌نویسند یا به خاطر منصب، به خاطر جاه و جلال، به خاطر چیزی برای آنها کتاب می‌نویسند. ولی این کتاب از این گونه کتاب‌ها فرق کننده است که درباره احمدشاه مسعود نفرانی کتاب نوشتند که سال‌های طولانی با مسعود در جنگ بودند، با مسعود در نبرد بودند. کم اتفاق می‌افتد در تاریخ که یک انسان را دشمنانش اعتراف کنند همچون جوانمرد، همچون مبارز، همچون نفری که بسیار قوی است، زیرک است، مکار است، دانشمند است در عین زمان و نفری است که هنری رزمیدن و هنری جنگ کردن دارد. در قطار همه آن صفت‌هایی که این افسران روس در این کتاب در برابر احمدشاه مسعود، در برابر مردی او، در جوانمردی او پیهم میچینند، او میگویند که احمدشاه مسعود طول این مبارزه های طولانی که داشت، طول این مبارزه های خسته ناپذیر، هیچ وقت سر ملتش، سر کشورش، سر دین و ایمانش معامله نکرد. یعنی احمدشاه مسعود در بدترین شرایط، در بدترین حالت های جنگی او مبارزه را یک روی، یک راه و با ارزش هایش ادامه داد و در این کتاب با اسناد، با گزارش های جنگی، با فکت و دلیل ها میارند که چگونه احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان و یک شخصیت ماندگار در تاریخ با آنها می جنگید و چگونه خصلت های مردگری داشت. در این کتاب روی جوانمردی، روی ایستادگری، روی مقاومت مسعود بیشتر تاکید می شود و البته انسان، هیچ انسانی معصوم نیست. یعنی بجز از پیامبران الهی هر انسانی میتواند خطا بکند، خطاکار باشد و در رفت مبارزه، در رفت فعالیت ها اشتباه از او سر بزند. ولی ما میبینیم که چگونه آنهایی که با مسعود سالهای طولانی جنگیدند و در نبرد بودند، خصلت های یک رو بودن، خصلت های جوانمردی داشتن مسعود را ذکر میکنند. حتی در این کتاب میگن وقتی که ما با احمدشاه مسعود جنگ میکردیم، در میدان در نبرد بودیم، پس از جنگ میخواستیم که با او بشینیم یک پیاله چای بنوشیم و این گونه بها دادن گنرال های روس و افسرانی که با احمدشاه مسعود جنگیدن خود دلیل آن است که آنها دشمن خود را همچنین یک دشمن مرد، یک دشمن جوانمرد اعتراف میکنند. خواندن این گونه کتاب ها برای ما چی را نشان میدهد؟ برای ما این را نشان میدهد که این کتاب‌های تخیلی نیستند، کتاب‌های فانتاستیکی به قول نیستند و کتاب موتیواسیونی هم نیستند. این کتاب‌ها در اساس فکت، در اساس دلیل نوشته شدند و هنگام خواندن این گونه کتاب‌ها روحیه انسان بالا می‌رود. انسان به اندیشه می‌رود که چگونه یک نفر در دشوارترین حالات، در دشوارترین لحظه‌ها امیدش را از دست نمی‌دهد، خسته نمی‌شود در یک مبارزه طولانی و هیچگاه روی ملتش، روی سرزمینش، روی کشورش، روی ارزش‌های ایمانی و دینیش معامله نمی‌کند و آنها را مورد خرید و فروش قرار نمی‌دهد. البته در یک کرسی ملایم نشستن، در یک شرایط آرام و آسوده راهبری کردن، اداره کردن، شعارهای وطن دوستانه سر دادن، از هویت و ملت و تاریخ گفتن یک چیز است، ولی در یک شرایط‌های خیلی دشوار، در شرایط‌های
های سخت کوهستان، در حالت جنگ، در حالت گرسنگی، در حالت عذاب، در حالت تلفات های زیاد شعار وطن دوستی را گفتن و روی ارزش های ایمانی و اخلاقی تکیه کردن و با این ارزش ها زندگی کردن، این تماما یک چیز دیگر است. یعنی راهبری یک انسان را شما زمان درک میکنید، زمان میفهمید که او در حالت های دشوار چگونه راهبری میکند. در همین عصری که ما زندگی میکنیم میبینیم بسیاری از راهبران کشورها چگونه عوض شدن. یعنی یک حالت، یک بلای، یک ناآرامی سر کشورشان آمد، آنها زود در تیاره ها شیشتن و کشور خود را ترک کردند. ولی در شخصیت مسعود، در حرکت های احمد شاه مسعود، در نبردهای احمد شاه مسعود ما میبینیم که او به عنوان یک وطندار، اون به عنوان یک شهروند، به عنوان یک سیاستمدار، به عنوان سرباز اعلان میکند که اگر در این زادگاه هم به اندازه کلاه هم یک جای ماند، من آنجا میستم و مبارزه میبرم. و میبینیم که شعارهاش خالی نیست و میبینیم هر چیزی که میگوید احمد شاه مسعود به آن عمل میکند. و روند حادثه ها، روند واقعه ها برای ما نشان داد که این حرف مسعود به حکمت نبوده است، این راه مسعود به حکمت نبوده است، این آینده نگری و روشی که مسعود از خود بر جای گذاشت، مکتبی که از خود بر جای گذاشت، این یک مکتب سنجیده شده، یک مکتب دقیق و یک آینده نگری دقیق بوده است. اگر همسفان احمد شاه مسعود، اگر آنهایی که اندیشه او را خواندند یا شاید او را از نزدیک دیدند، با او همخیش و همتبار و هم فرهنگ و همدین بودند، در مبارزه های اشتراک کردند، اگر راه مسعود را دوام میدادند، شاید این سرنوشتی که امروز در کشورهای گوناگون عالم بالای سر آنها میاد که تحقیر را میشنوند، اخراج میشوند، در بدر میشن، شاید این چیزا به سرشان نمی آمد. یعنی احمد شاه مسعود وقتی میگوید که من مثل یک کلاه اگر در سرزمینم جای بماند میایستم و مبارزه میبرم، این همین معنا را دارد که او درک میکرد که وطن چه چیزی مقدس است، وطن چه چیزی قدرتمند است، چرا بودن در وطن اهمیت دارد، چرا مسعود بالای اون همه سنگها، غارها، دریاها، در شرایط های گرسنگی، فشار و عذابها ایستاد و مبارزه بود و بالاخره در راه این مبارزه هم شهید شد. من از جوانان خواهش میکنم، از نفرانی که اهل مطالعه هستند، اهل کتابخوانی هستند، این کتاب رو حتما بخوانید، این کتاب رو حتما مطالعه کنید، ببینید که درباره یک نفر، درباره یک شخص، درباره یک شهروند، یک سرباز، یک سیاستمدار، یک شخصیت، دشمنانش چی بها میدهند، دشمنانی که با آنها در نبرد بودند، با آنها جنگیدند، چگونه بها میدهند. این کتاب در اساس اسنادها، در اساس فکت های، دلیل های دقیق، در اساس آموزش ها نوشته شده است و این را دو افسر بلندپایه روس نوشته شده است. و ببینیم که احمد شاه مسعود به عنوان یک تاجیک، البته اینجا هدف ملیگرایی یا ملت پرستی نیست، به عنوان یک تاجیک چه قهرمان های کرده است و ما چگونه از او میتوانیم و چگونه او میتواند برای ما الگو باشد و چگونه شخصیت او میتواند برای ما در کارهایمان، در فعالیت هامان به قول انگیزه بدهد، موتیواسیون بدهد. از این خاطر این کتاب رو بخونید و من فکر میکنم که آنهایی که هم که اهل کتاب نیستن یا مطالعه رو اونقدر دوست نمیدارن، تنبل هستن، ولی من فکر میکنم که با شروع کردن این کتاب دیگر کتاب ها رو میخونند. یعنی شما حتی میتونید در یک نفس این کتاب رو بخونید. واقعا کتاب جالب است و این کتاب رو از فروشگاه ها، از مغازه های کتاب دسترس میکنید. و در آخر یک سری گفتنی هم که آنهایی هم که شعارهای وطن دوستی سر میتیند، درباره هویت میگویند، درباره ملت میگویند، درباره جانبازی ها میگویند، درباره فداکاری ها میگویند، درباره قهرمان تراشی ها میگویند، یک بار این کتاب را بخوانند، یک بار این کتاب را مطالعه کنند و ببینند که قهرمان واقعی، راهبر واقعی، سرباز واقعی، شهروند واقعی و سیاستمدار واقعی چگونه عمل میکند، چگونه حرکت میکند، چگونه راه دارد و چگونه روش دارد. بار دیگر میگم که انسان نمیتواند به کمبودی باشد. هر انسان میتواند در جاهای مختلف زندگیش یک خطایی بکند، یک اشتباهی بکند، ولی یک انسان زمان به الگو تبدیل میشود، زمان به شخصیت تبدیل میشود که از بر همه چیز میگذرد. و ببینید که احمد شاه مسعود در آخر وقت شما کارنامه او را خلاصه میکنید با خواندن چند کتاب، میبینید حرفش پوچ نیست، حرفش خالی نیست. وطنداری و وطن دوستیش تنها یک شعار نیست،
تنها این است که احمدشاه مسعود در یک زمان آسایشته و آرام یک حرفی وطن دوستانه بزند، ولی یک بلا، یک فاجعه به سرزمینش بیاد او فرار کند. او سالها جنگید، او یک روز و یک ماه و یک سال، سالها جنگید، سالها در نبرد بود، سالها دشواری ها را پس سر کرد، ولی همچون یک سرباز، همچون یک شهروند، همچون یک سیاستمدار تا نقطه آخر برای ملتش، برای آزادی ملتش، برای سرزمین، آزادی سرزمینش ایستاد و در آنجا شهید شد. من فکر میکنم که این کتاب و این شخص برای ما جوانان میتواند الگو باشد، میتواند درس باشد، سبق باشد. ببینیم که احمدشاه مسعود از نیروی ایمانی، از تقوا، از دانش ها، از خواندن کتاب ها در اون زمان، در اون شرایط ها چی چیزها را به دست آورد، چگونه حرکت کرد. آیا او یک بچه ساده کوهستانی بود یا اینکه مبارزه ها، تلاش ها او را پخته تر کرد، او آموخت. و میبینیم همین نوارهایی که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی نشر میشود، چگونه در همون شرایط های سخت او درس میگوید، درس میدهد، از هنر جنگ میگوید که جنگ هنر است، از علم و آموزش میگوید، در همون دوره از ادبیات میگوید، از تاریخ میگوید، از فرهنگ میگوید. و میبینیم که این سیاستمدار یک سیاستمدار دورویه، یک سیاستمدار هیله‌گر، یک سیاستمدار منمنیخواه، جایگاه و جایخواه و جای تلاش نیست و میبینیم که یک انسان واقعی است. و طول این 100 ساله من فکر میکنم که در رزم، در جنگ شاید مثل احمدشاه مسعود ما نداشته باشیم و کارنامه او، افکار او، اندیشه او میان ما جوانان هم حتما باید مورد مطالعه قرار بگیرد. و در شرایطی که ما زندگی میکنیم، در شرایطی که ما عمر به سر میبریم و تغییرات هایی را که در جهان معاصر میبینیم، معنای بودن، معنای ایستادگی، معنای مقاومت را از احمدشاه مسعود باید آموخت. و فکر میکنم که این گونه شخصان میتوانند برای ما الگو باشند. باقی سلامت و سربلند و خانه آباد بمانید.